اینجا یکی از مکانهای تاریخی دیگر در استانبول است به نام The Grand بازار یا بازار بزرگ و به گفته خود ترک ها به نام بازار سرپوشیده. بازار سرپوشیده استانبول که به ترکی کاپال چارشی یاد می شود در قرن 15 میلادی بنا نهاده شد. این بازار هم مسئله پذیرای میلیون ها تن بازدید کننده می باشد و از این منظر از مکانهای تاریخی مهم جهان نظیر اهرام ثلاثه مصر، تاج محل هندوستان و موزیم بریتانیا پیشی گرفته است. اگر هدفتان از سفر فقط خرید کردن است، شهر استانبول گزینه خوبه برای این کار به شمار می آید. در آغاز بهتر از سر به بازار سرپوشیده بزنید. در این بازار بیش از 4000 مغازه وجود دارد. هر یک از کوچه های این بازار بر حسب نوع فعالیتی که در آن صورت میپذیرد نامگذاری شده است. امروزه از این بازار به عنوان نبض مرکزهای تجاری در شهر استانبول یاد می شود. در جریان دیدار از این بازار با یک جوان افغان سر خوردم که سال هاست در این بازار دکان دارد. و پای سخنان حسیب نشستم. او جویای حال و احوال افغان ها و افغانستان شد. حسیب و خانواده‌اش 14 سال می شود که در استانبول به سر می برند و روز و روزگار را در اینجا سر و سامان دادند. در نخست از کار در این بازار و زندگی در استانبول پرسیدم. ترکیه پیشرفت بسیار زیاد است. بله. با خاطر فابریکا بودی، با خاطر اقتصادی کار بودی، با خاطر کلش پیش هستن. وضعیت زندگی افغانا کسایی که یک 10 سال 6 سال بودو باش داشتن، اونا رو وضعیتش از را خوب است. اما وضعیت افغانای ما که از ایران آمدن 2 سال 1 سال میشه، اونا دیگه طبعا چرا که زیاد اینجا مسافر زیاد میان، مهاجرین زیاد میرن، یک ذره کارم کم شده، او یعنی خوب نیست. بین ما و ترکا که در مکتب باشی یا در اینجا بین همکارای ما باشیم، بیرو باشیم، یعنی ایدو دید ندارن که خودت از دیگه کشور هستی، شما آمدین در اینجا زندگی میکنین، یک دید بد ندارن. خیلی خوب است. مثل برادر، مثل همش برادر خوار زندگی. او میگوید دلش برای کشور تنگ شده و میخواد باقی عمرش را در آنجا سپری کند. یک ذره آرامی شه و همین کار همین محیط ما که در اونجا باشه، چرا نه؟ خیلی خوش شدم. در نهار مهمان حسیب و برادر بزرگش خلیل بودیم و با غذاهای نیمه افغانی و نیمه ترکی از ما مهمان نوازی کردند. سپس با آنها خداحافظی کردم و قرار گذاشتم تا به زودی ها در افغانستان ملاقات کنیم، نه استانبول. چنانچه قصد خریدن سوغاتی از ترکیه برای دوستان خود دارید، هنرهای دستی، قالین‌های زیبا، اشیای سرامیک، ظروف مسی، برنجی و یا حتی قلیون از جمله بهترین گزینه‌ها برای شما خواهد بود. طلا و جواهرات موجود در ویترین مغازه‌ها به نوبه خود چشم هر بیننده را به خود خیره می‌کند. در این بازار حدود 20,000 نفر شاغل هستند و بازار در هر فصل سال همه روزه پذیرای 300 الی 400,000 بازدید کننده است. بالاخره تصمیم گرفتم تا بروم به جایی که در ذهنم رویای دیدنش را داشتم. اما حال دیدنش دیگر برایم رویا نیست، چون به واقعیت بدل شده است. آنجا تنگه بوسفور است. او طرف پل دریای مرمره است که جزء خود ترکیه است و در حقیقت در داخل قلمرو ترکیه در حرکت است و این سو هم دریای سیاه. و مسیر وسط را که می‌بینید همون تنگه بوسفور است که بخش اروپایی و آسیایی استانبول را با هم وصل میکنه و خود پل بوسفور بیش از 1000 متر طول داره و بیش از سطح بر بیش از
60 متر ارتفاع داره و قدمت تاریخی هم که معلوم است بیش از 40 سال قدمت تاریخی داره. منازل مسکونی را که در نزدیکی آب در تنگه بوسفور می‌بینین یکی از مناطق مرفه‌نشین در استانبول است. قسمی که معلومات ما حاصل کردم هر ویلا در اینجا حدوداً از 100 میلیون تا 200 میلیون دلار خرید و فروش میشه. از جاهای دیدنی استانبول تنگه بوسفور در واقع باریکه آبی است که دریای سیاه را به دریای مرمره وصل می‌کند و قاره اروپا و آسیا را نیز از هم جدا می‌کند. تنگه در جنوب شرق اروپا و جنوب غرب آسیا که ترکیه آسیایی را از ترکیه اروپایی جدا می‌کند. اگر در طول شب با کشتی این منطقه استانبول را بگردید قطعاً از آن لذت می‌برید، چون در دو طرف آن بناهای تاریخی استانبول مثل کاجراهان و دلم باغچه قرار دارد که با نورپردازی زیبا در تاریکی شب واقعاً رویایی هستند. شنیده بودم که گاهی اگر استانبول رفتید قایق سواری یا همان گردش با کشتی در آبهای مرمره و تنگه بوسفور را از یاد نبرید. من و همراهانم نیز تصمیم گرفتیم تا از این فرصت استفاده کنیم و به اعماق آبهای مرمره برویم. در مرکز این آبراه یک جریان تند 3 کیلومتر و نیم در ساعت در جهت دریای سیاه و دریای مرمره وجود دارد، ولی در زیر سطح آب جریان دیگر در جهت مخالف در دو سوی آبراه وجود دارد. طول این تنگه 30 کیلومتر و عرض آن متغیر بین 700 تا 3550 متر است. سواحل تنگه بوسفور ترکیب است از زمانهای گذشته و حال و به نوع شکوه و جلال امروزی و زیبایی و سادگی گذشته را به تصویر می کشد. گردش با کشتی یکی از بهترین راه‌های تماشای اطراف تنگه بوسفور است. با سپری کردن چندین روز در استانبول سرانجام زمان برگشت به افغانستان رسید. هنوز مکانهای فراوان برای دیدن در استانبول مانده بود، اما دیگر مهلت بودن در این شهر را نداشتیم و باید به کابل و سپس مزار شریف برمیگشتیم. رفتیم به هتل، جایی که چندین شب را در آنجا سپری کردیم. آمادگی رفتن را گرفتیم و به سمت فرودگاه اتاتورک روان شدیم. بازرسی ها و نظارت های جدی که در فرودگاه های کشورم بود اینجا نبود، بل تنها یک بازرسی عمومی. و ساعت 3:05 بامداد به وقت محلی هواپیمای ما برآ افتاد و روانه کابل شدیم. در جریان بیش از 5 ساعت سفر در ذهنم بار بار تصویری که در ترکیه دیدم را تجسم کردم و تمنا کردم روزی شود که دیدن افغانستان به رویای بزرگ برای میلیون ها انسان روی زمین مبدل شود و هزارها هزار انسان تشنه دیدار کشورم شود.